خود حسن معجونی انقدر که شما درست شبیه حرف میزنی، خودش انقدر درست شبیه خودش حرف نمیزنه. یه بار به خودش زنگ زدم گفت منم دارم زنگ میزنم بهت. البته من اجازه شوخی رو باش دارم، چون حتی شایدم یه دفعه الان زنگ بزنه میگه چرا با من شوخی داری میکنی؟ من با تو شوخی دارم. با هم رفته بودیم سوپرمارکت سر یه کاری بودیم و اینا، با هم رفتیم خرید کنیم و اینا، خریدامون رو کردیم. به حسن جانم بود و یه گفت اومد و گفتش که هادی اینم بردارم. بعد یه دفعه خانومم سوپرمارکتیه فروشندش یه خانومه گفت صداتون همون جوریه. گفت مگه صدام باید چه جوری باشه؟ من همین دیگه. خودش خندش گرفته بود. یه عادتی داشتم از بچگی که هر چیزی رو سعی می‌کردم صداشو در بیارم. مثلا صدای لولای دارم. یه اجازه شوخی با همین لولایی رو داریم. چی گفت اینو؟